از جانب کارمندان میلیسیای پایتخت شهروند کلابیوف قربان سعدالله‌ویچ سال تولدش 1988 استقامت کننده شهری کلاب کوچه عینی که قبلا با جرم معاملات غیرقانونی واسطه نشهردار سود شده است برای مشغول شدن به قماربازی دستگیر کرده شد. نامبرده در کوچه های شهر دوشنبه به واسطه کرتا به بازی مردم فریبانه قماربازی مشغول گردیده با این را مبلغ های شهروندان را از خود میکرده است. از جمله سنه 11 فوریه سال جاری در کوچه اسماعیل سامانی نزد باغ حیوانات هنگام مشغول این بازی بودند دستگیر کرده شده به مقامات میلیسیا دسترس کرده شد. سفیدش تا پول انا کامش کرد یا اوزا پول میتونم انا اون دعواش اینا 100 تومان میتونم وی که وقتی فرمتم اینم کلمه قپمش فردوزان فرمتم سفید فرم سرغمستا وقت خیال مکنه ایده وی مکنه سفید اینا که این سرخه کرد. نسبت شهروند کلابیوف قربان پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده از جانب سود ناحیه سینا جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 5 شبانه روز تطبیق کرده شد.